امشب عزیز از جاسک آمده بود، بعد از افطار با هم نشسته بودیم. یکی از بچه‌های زحمتکش تو شهرستان جاسک تا نیکشهر و بنت و سیستان بلوچستان تو روستاهای صعب العبور همینجور برای فقیر نوازی و مشکلات و رفع مشکلات و میگه 1200 تا سبد کالا توزیع کردیم ما بین فقرا. ولی یه چیزی که خیلی منو تکون داد، میدونید که جاس، خصوصا شرق جاس، یکی از محروم ترین نقاط کشوره. میگه رفتیم تو روستای محرومی سبد کالا رو توزیع کردیم. یه پیرمردی گفت پسرم خیلی ممنون، جزاک الله خیر، سبد کالا آوردید، برنج آوردید، روغن آوردید، آرد آوردید، ولی تو 5 روز 1 ماه تمام میشه. کاش که به جای آرد و شکر و برنج یه ملایی برای ما می‌آوردید که نمازی برای ما میخوند، کلاس قرآنی برای بچه هامون میگذاشت. سبحان الله. نان شب نداره. کاش که یه ملایی برای ما می‌آوردید، یه شیخی، یه مولوی. این شکم دیگه را تو هرچی بهش بدید. این تشخیص داده چه نعمتی، اون نعمت بزرگه. امشب جمعتون جمع‌تره. چرا؟ چون فردا تعطیله. یعنی اگه دولت تعطیل نکنه خودمون حاضر نیستیم این 10 شب برای خودمون تعطیل بکنیم. یعنی اگر 360 روز تو سیر نشدید، تو غنی نشدید، با این 10 روز تو غنی میشید یا گشنی میشید. حتما باید دولت تعطیل بکنه تا ما یه وقتی داشته باشیم. چرا وقت برای خودمون ایجاد نمی کنیم؟ چرا مناسبت خوب برای خودمون ایجاد نمی کنیم؟ خودمون خلاقیم. خدا به انسان هوش داده، استعداد داده که خلاقیت به خرج بده، سوژه های زیبا بیافرینه، نقاشی های قشنگ بکشه، تابلوهای زیبا طراحی بکنه. چرا وقتی یه تابلو زیبایی میبینیم چهچه میزنیم؟ خب تابلو کسی دیگه کشیده. ببخشید. چرا وقتی کسی کار عالی انجام میده تو مبهوت میشی تعریف میکنید؟ تا کی میخوای تعریف تابلوهای دیگران بکنید، نقاشی های دیگران بکنید، عکاسی های دیگران بکنید، سوژه های دیگران بکنید؟ من آنم که رستم پهلوان بود. رستم پهلوان به من تو چی؟ من آنم که رستم پهلوان بود. تو کی میخوای تعریف ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و زین العابدین و حسن و حسین و فاطمه و عایشه و خدیجه و اینا بکنید؟ خب اونا خوب بودن، پروندهشون جمع شد رفت. تعریف اونها باید بکنیم، اونها الگوهای ما هستن. این الگوها باید در ما تأثیر بذارن که ما هم مثل اونها بشیم. خطاب متوجه اونها بوده، متوجه ما هم هست. این پیرمرد واقعا من رو تکون داد امروز. من خودم ندیدمش که اون صحنه با خودم برخورد بکنه، ولی این دوستمون نقل میکرد که گفت پسرم خیلی ممنون، آرد آوردید، شکر آوردید، برنج و روغن آوردید، ممنون، ولی کاشکی اینا میخوریم تو 1 هفته 10 روز 1 ماه تمام میشه. کاشکی یک مولوی برای ما می آوردید، قرآن یاد بچه هامون میداد، دین، اخلاق، ادب، اون برای ما موندگار بود. سبحان الله. این تشخیص درست داده اولویت ها تو نعمت ها. اعتراف به نعمت خدا. و ما بکن من نعمت فمن الله. این آیه قرآن، خودمون عربی بلد نیستیم. این آیات تو این 1 ماه همه خونده داره میشه. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمت های خدا رو بشماری قابل شمارش نیست. هر نعمتی که در شما هست از جانب اللهه. لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی یک نعمتی در زندگی تو ایجاد میشه چه باید بگید؟ هذا من فضل ربی. این از فضل و لطف پروردگار در حق منه.
ما هنوز داشته هامون رو شکر نمی کنیم، تقاضای مزید می کنیم. اول دستاوردها رو باید حفظ کنیم، بعد توسعه. شکر، قدرشناسی رونق زندگی انسانه، برکت زندگی انسانه، نعمت رو پایدار میکنه و توسعه میده. همه اینها نعمت های خوبه هم. پس شکر، اعتراف به نعمت آدم رو به شکر میرسونه و شکر آدم رو به خوشنودی و رضای خدا میرسونه و رضای خدا یعنی سعادت و پیروزی و رستگاری. دومین اعترافی که خدا دوست داره این که ما به خطاهامون و تقصیرات و کوتاهی‌هامون اعتراف بکنیم. خدایا من کوتاهی کردم، مقصرم، تو بزرگواری بکن، قلم عفو بکش. این اعتراف هم خدا خیلی دوست داره. امشب شب اعترافه. این شبها شبهای اعترافه. وقتی که سلام اول سلام داد، یه 5 دقیقه 10 دقیقه امام می نشینه. تو این فرصت چه؟ شما استغفار بکنید. بعد از وترم دیشب خیلی عالی بود. 5 دقیقه یک کمی نور چراغام کم، خودتون با زبان مادری خودتون خواسته های خودتون رو برای خودتون، خانواده و برای جمع دعا بکنید. ممنون از حضورتون. اگه آمدید برای خودتون آمدید، ولی ما هم خوشحالیم که شما آمدید. وقتی که شما تشریف میارید تو محله ما، اونم نصف شب میای وضو میگیرید تو خونه هاتون، میای تو محله ما که نماز بخونید تو شهر ما، وضو میگیرید، با وضو میای تو شهر ما، میای قرآن بشنوید تو محله ما از شما ممنونیم. خدا به شما جزای خیر بده. دیگران میان تو محله ما مواد بیارن، مشروبات بیارن، فیلم‌های مبتذل بیارن، شما میایید این همه را تو محله ما قرآن، نماز، قرآن بخونید، قرآن گوش بدید، با وضو میایید. اگه ما کوتاهی کردیم به بزرگواری خودتون ببخشید. جزای شما خدا بده. خب نماز وتر رو با هم میخونیم، بعداً 10 دقیقه فرصت برای خلوت هر کدومتون با رب العالمین. ممنون، جزاکم الله خیر.